بسم الله الرحمن الرحیم. حدیثی رحمت. السلام علیکم همدیاران مهربان. به حدیث رحمتی امروز خوش آمدید. آریا سهراب هستم و امیدوارم طاعات و عبادات و الهی العفوهای شب قدر همگی مورد قبول پروردگار قرار گرفته باشد. گاهی چه زود دیر می شود، گویا همین دیروز بود که اولین سحری را خوردیم و نیتی رمضان کردیم. حال ببینید که چشم بر هم زدنی ماه مبارک رمضان هم تمام می شود. ماهی که سراسر رحمت و برکت و مغفرت است. تنها چند روز دیگر آسمان به ما نزدیک تر است. قدر لحظه لحظه اش را بدانیم. هموطنان مهربان و دستگشاد، همانطور که میدانید عید نزدیک است و قطعا مثل همیشه شور و شوق زیاد در درون همه ما برپاست. روز عید همه چیزش خواستنی و جذاب است. از نماز با شکوه گرفته تا پوشیدن لباسهای نو و تازه، آماده سازی سفره‌های عیدانه، دادن عیدی به دخترکان و پسر بچه ها، عیدگردک ها و دید و بازدیدهای صمیمانه. قطعا همه ما برای روز عید تیاری میبینیم. ولی این عید با همه عیدهای گذشته فرق دارد. بله، ویروس کرونا. پس با پهن کردن دسترخوان‌های عیدانه همه در خانه خود میمانیم و دید و بازدید و تبریکات صمیمانه را با استفاده از تلفن و تماس‌های تصویری خواهیم داشت. سعی کنید در این روزهای سخت کرونایی با زنگ زدن و برقرار کردن تماس‌های تصویری دل یکدیگر را شاد کنید تا مبادا کرونا مهمان ناخوانده عید فطرتان شود. همراه ما باشید تا حدیث امروز را بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. حدثنا ابو حفص عمر بن علي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. رواه الترمذی. امام ترمذی در سنن خود حدیثی را تحت رقم 1821 از عبدالله بن عمرو رضی الله عنه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند که ایشان فرمودند: رضا و خوشنودی پروردگار در رضا و خوشنودی پدر و مادر است و غضب و ناخشنودی پروردگار در غضب و ناخشنودی پدر و مادر است. موضوع نیکی و احسان به پدر و مادر و خدمت به آنان یکی از موضوعات مهمی است که شریعت مقدس اسلام به آن تأکید فراوان دارد و همیشه مسلمانان را به این امر خطیر فرا می‌خواند. حدیث شریف سخن از 4 مطلب نموده که 2 مطلب آن مربوط به رضا و خوشنودی است، رضای خداوند و رضایت پدر و مادر، و 2 مطلب دیگری آن به غضب و ناخشنودی ارتباط دارد، غضب خداوند و ناخشنودی والدین.
در مورد مفهوم رضایت و خوشنودی گفته‌اند خوشنودی یک نوع حالتی است که بر اثر برخورد با هر چیز مناسب در نفس انسان پدید می آید و آن را می پذیرد و از خود دور نمی کند و مفهوم غضب و یا سخط در مقابل مفهوم رضایت و خوشنودی باشد. هنگامی که این دو واژه به خداوند نسبت داده می شود، مراد از آن ثواب و عقاب او خواهد بود. پس رضای خدا به معنای ثواب دادن و پاداش نیک دادن است و غضب خدا همان کیفر نمودن و عقاب کردن و عذاب دادن باشد. نکته بعدی که می توان به آن اشاره کرد آن است که آثار رضایت و خوشنودی پروردگار در زندگی انسان چیست؟ چرا انسان باید در جلب رضایت خداوند تلاش کند؟ آنچه از روایات گوناگون در این زمینه اشارات مستقیم و غیر مستقیم شده است، بیانگری آن است که کسی که خدا از او راضی و خوشنود باشد به او عمر پربرکت عطا کند و برکت الهی بی‌نهایت است و در جهان دیگر برایش حیات نیکو آماده سازد و بالاتر از همه رضایتمندی خود را از او اعلام بدارد. در این که چگونه انسان میتواند جلب رضایت پدر و مادرش را نماید تا رضایت و خوشنودی خدا را به دست آورد، باید گفت که در اکرام و احترام والدین نهایت توجه را داشته باشد. سعی کند که تا میتواند احترام ایشان را بجای آورد. در خدمت ایشان کوتاهی نکند، همیشه با نیکویی رفتار کند و در تمام حرکات و سکنات خود در این زمینه همواره در یاد داشته باشد که به هیچ وجه او نمیتواند پاسخ سزاواری بر همه آن محبت‌ها و پرستاری‌های ایشان بدهد و حقوق آنان را به تمام و کمال انجام دهد. اگرچه اطاعت و فرمانبرداری از پدر و مادر بدون شک یکی از مهمترین واجبات است و انسان همیشه باید از آنان اطاعت کند و خوشنودی آنها را هرچه میتواند جلب نماید، ولی اگر آنها به فعل حرامی و یا ترک فرضی او را امر کنند و مجبور نمایند، در این صورت اطاعت از آنان جایز نباشد. خداوند در سوره لقمان می‌فرماید و این جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. یعنی اگر پدر و مادر تو را بر شرک و معصیت خدا که آن را بر حق نمیدانی وادار کنند، در این صورت دیگر آنها را اطاعت مکن. البته در دنیا با آنها با حسن خلق همراهی و رفتار کن و هیچگاه درشتی مکن. در مورد غضب و ناخشنودی خداوند تنها به این نکته اشاره می کنیم که در طول تاریخ قوم‌هایی بودند، مردمانی بودند که از راه خدا دور شدند و سزاوار غضب الهی گردیدند، به سرنوشت‌های شومی در این جهان و عذاب و گرفتاری جاودان آتش جهنم دچار شدند و تا روز واپسین برای همه انسان‌ها مایه عبرت و پندآموزی شدند. کسی که در جلب رضایت والدین خود کوتاهی کند و آنان را از خود ناراضی گرداند، به شهادت این فرمایشات رسول خدا صلی الله علیه و آله خود را سزاوار غضب و قهر خداوند گرداند و در دنیا و آخرت زیانکار باشد. اعاذنا الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار سپاسگزارم از استاد محترم که ما را در طول ماه شریف رمضان همراهی کردند و هر روز ما را با حدیثی از رسول خدا زیباتر کردند. انشاءالله خداوند عمر با عزت و پربرکت نصیبشان کند.
و البته یک تشکر ویژه از همراهی شما عزیزان که به ما منت گذاشتید و شنونده حدیث رحمت از رادیوی مهر بودید و هستید. در هواپیما آرام میگیری در حالی که نمیدانی خلبان آن کیست. چگونه در زندگی ات آرام نمیگیری در حالی که میدانی مدیر و مدبر آن خداست. به خدا اعتماد داشته باش. پس سعی کن طبع بالیده داشته باشی و با احتیاط کردن خود و خانواده هرگز از کرونا نترسی و قصه نخوری. به قول شاعر دوست داشتنی معاصر فارس زبان سهراب سپهری که میگوید نه تو میمانی و نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی، به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن. لحظه شادی که گذشت قصه هم می گذرد، آنچنانی که فقط خاطره خواهد ماند. لحظه ها عریانند، به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز. سرحال و شاداب باشید تا حدیث رحمتی دیگر. خدایار و نگهدار. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوع رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org